رفتی؟ بله. برای مدار شماره 10 ما اومدیم از یه دونه پرشر سنسور استفاده کردیم اینجا که هدفمون اینه وقتی فشار پیستون توی این قسمت به 3 بار رسید این پرشر سنسورمون فعال بشه و بعد مسیر برگشت پیستون رو تأمین بکنه. اول اومدیم یه دونه پیش باتم استفاده کردیم، بعد متصل شده به رلی K1. از رلی K1 نورمالی اوپنش فعال میشه، بعد از فعال شدن نورمالی اوپن مسیر رفت پیستونمون رو تأمین میکنه. اینجا X مسیر رفت پیستونمون تأمین شده. از این طرف شیر برگشت فنریمون مسیر رفت همچنان تأمین خواهد کرد تا به نقطه‌ای که فشارمون به 3 بار مورد نظر برسه و بعدش میاد قطعش میکنه. از این طرف هم یک شیر کنترل دبی گذاشتیم که مقدار فشار رو کنترل کنیم که برسیم که مسیر حرکتمون مشخص باشه، یعنی اینقدر سریع نباشه. یه مقدار دبی رو کاهش دادیم اینجا. بعد از این طرف پرشر سنسورمون میاد سنس میکنه که فشارمون رسیده به 3 بار و همزمان تایمر کادو رو فعال میکنه. تایمر کادو که فعال شد بعد از 5 ثانیه این دکمه کادو فعال میشه و بعد مسیر وایکمون این باعث میشه که فشار پشت پیستون خالی بشه و بعد از اون کلید کادو همزمان میاد Z1 رو فعال میکنه که Z1 مسیر برگشت پیستونمون خواهد بود، یعنی همزمان هم مسیر برگشت تامین میشه و هم فشار پشت پیستون تخلیه میشه. یه بار ران کنیم. رانشم بزن. نه اینا دیگه سرم اوکی هندسه خیلی چیز. خب از اینجا پیستون شروع حالا شروع میکنه اندازه‌گیری فشار به محضی که به 3 بار رسید تایمر اونجا فعال میشه. سنسورمون فعال میشه تایمر. حالا که به 0 رسید فشار تخلیه میکنه. خب با تشکر.